برای ساخت ایمیل تو سرویس یاهو میل به آدرس اینترنتی mail.yahoo.com میریم و در صفحه باز شده برای مراجعه به فرم ثبت نام جدید و ساخت ایمیل جدید روی دکمه Create New Account کلیک میکنیم. خب این فرم ثبت نام رو باید فیلدهاش رو یکی یکی تکمیل بکنیم. در قسمت نام خودمون رو وارد میکنیم. اون نام میتونه حقیقی یا غیر حقیقی باشه. قسمت بعدی نام خانوادگی و در قسمت بعد یوزرنیم یا یاهو آیدی مون که میتونیم از یاهو آیدی هایی که خود یاهو بهمون پیشنهاد میده استفاده بکنیم. این میشه آدرس ایمیل شما. در قسمت پسورد یک پسورد با حداقل 8 کاراکتر و ترکیبی از حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی. قسمتی بعدی باید موبایلمون رو وارد بکنیم که چون کشور ما تحریم هست مجبور هستیم از ترفند استفاده از موبایل های کشور افغانستان استفاده کنیم. کشور افغانستان رو انتخاب کرده و یکی از شماره موبایل هایی رو که در آموزش آوردیم یک کدومش رو وارد میکنیم و تاریخ تولدمون رو که این تاریخ هم میتونه حقیقی یا غیر حقیقی باشه فقط قبل از سال 2000 انتخاب بکنید که بتونید از کلیه امکانات ایمیل استفاده کنید و جنسیتمون رو که خب من مرد رو انتخاب کردم و روی دکمه Create Account کلیک میکنیم. یک کد تصویری به ما میده یاهو که اون کد تصویری رو باید وارد بکنیم تا به مرحله بعدی و ثبت نام نهاییمون هدایت میشیم. روی دکمه سابمیت کد کلیک میکنیم. خب مشاهده این تیک سبزنگ به این معنی هستش که ساختن اکانت ایمیل ما با موفقیت انجام شده.